به نام خالق علم و عرفان حل مثال‌های نوع 2 و 3 سوالات نمودار خط زمان. مثال 2. رایا ساعت 6:50 از خونه خارج میشه و ساعت 7:30 به مدرسه میرسه. چه مدتی در راه بوده؟ همونطوری که میبینید ابتدای زمان رو داده، انتهای زمان رو هم داده و طول زمان رو از ما میخواد. بریم که با هم دیگه حلش کنیم. حالا میایم شروع میکنیم، میگیم از ساعت 6:50 تا ساعت بعدی که ساعت 7 چقدر زمانه؟ 10 دقیقه. از ساعت 7 تا انتهای زمانمون که 7:30 است چقدر زمانه؟ بله 30 دقیقه. مجموع این دوتا چقدر میشه؟ 40 دقیقه. پس از خونه رایا تا مدرسه 40 دقیقه زمان بوده. ما تو این مثال اندازه طول زمان رو محاسبه کردیم به همین راحتی. مثال 3. غزل ساعت 8:40 بعد از 1 ساعت و 10 دقیقه مطالعه برای خوردن ناهار به آشپزخانه آمد. او چه ساعتی مطالعه خود را شروع کرده بود؟ همونطوری که میبینید توی این سوال انتهای زمان یعنی ساعت 8:40 رو به ما داده و طول زمان یعنی 1 ساعت و 10 دقیقه هم به ما داده و ابتدای زمان رو خواسته. اولین کاری که انجام میدیم برای اینکه بتونیم راحت‌تر تو زمان حرکت کنیم 1 ساعت و 10 دقیقه رو به دقیقه تبدیل میکنیم. 1 ساعت 60 دقیقه به علاوه 10 دقیقه میشه 70 دقیقه. حالا میریم سراغ حل. اولین کاری که باید انجام بدیم چیه؟ باید از ساعت 8:40 که انتهای زمانمونه به سمت عقب برگردیم. تا کجا؟ تا ساعت قبلیش. ساعت قبلی چی بود؟ ساعت 8. چند دقیقه زمان بود از 8 تا 8:40 40 دقیقه. چقدر از کل زمانمون که 70 دقیقه بود باقی مونده؟ 30 دقیقه. حالا باید از ساعت 8 هم به اندازه 30 دقیقه به عقب برگردیم که میشه ساعت 7 و 30 دقیقه. پس غزل ساعت 7 و 30 دقیقه مطالعه‌اش رو شروع کرده بوده. امیدوارم حل این مثال ها برای شما مفید بوده باشه. خدا نگهدار عزیزای دلم.